سلام، سهیلا هستم از کانال سوی فود. برای آماده کردن سوسیس و به خصوص سوسیس هات داگ سعی می‌کنیم از هات داگ‌های خونگی استفاده کنیم که از سلامت بیشتری برخوردار باشن. موادی رو که در کنار هات داگ در ساندویچ استفاده می‌کنیم میتونه مختلف باشه، از پیاز خلالی، قارچ، سس‌های مختلف، همینطور کاهو و هر مواد سبزیجاتی و خوراکی دیگه. برای شروع هات‌داگ‌ها رو برش‌هایی روی سطح اون ایجاد می‌کنیم. سعی می‌کنیم تمام دور تا دور هات‌داگ اه، خطوطی ایجاد کرده باشیم. در مقداری روغن اونها رو سرخ می‌کنیم و یا در فر و یا با گریل اونها رو کبابی می‌کنیم. اگر دستگاه داشته باشیم که چه بهتر. در همون روغن باقی مانده از سرخ کردن هات‌داگ‌ها پیازهایی رو که خلالی کردیم، بستگی به مقداری که دوست داریم استفاده کنیم در ساندویچ، حدود 2 یا 3 پیاز متوسط رو خلالی می‌کنیم، در همون روغن سرخ می‌کنیم و یا در حد سبک شدن و صدفی شدن تفاوت نمی‌کنه، فقط به ذائقه بستگی داره. قارچ‌هایی رو که اه، ته اونها رو در واقع ساقه اونها رو جدا کردیم، مقداری اسلایس میکنیم، ورق ورقه میکنیم. میتونیم از قارچ بلانچ شده و اه، کنسروی استفاده کنیم، تفاوتی نداره. فقط تنها تفاوت اینه که اونها تقریبا پختن و نیاز به سرخ کردن آنچنانی نداره. قارچ‌ها وقتی سرخ میشن که خیلی خوشمزه میشن. قارچ‌ها رو بایستی حتما با حرارت بسیار بالایی سرخ کرد که آب نندازن و در ابتدای سرخ کردن قارچ نباید زیاد اونها رو به هم زد. در نونهای باگت و یا حتی به صورت پرسی اگه بخوایم اونها رو سرو کنیم، غذا رو سرو کنیم، فرق نمیکنه. میتونیم از سیب زمینی سرخ کرده و یا خلال سیب زمینی هم استفاده کنیم. در ساندویچ ها روی نونهای باگت رو که داخلش رو از مقدار اضافه نون خالی کردیم، در واقع خردل زده، مقداری فلفل سیاه و یا سس کچاپ میزنیم و ساندویچ ها رو آماده میکنیم. امیدوارم شما هم درست کنید و نوش جان کنید. ممنون.